سلام، خوش اومدید به ویدیو جدید بازی راکت لیگ. یه فصل 9 هفته‌ای با 6 تا تیم، حالت پرو 2-2. بریم که شروع کنیم. گادفادر رو ببینم آرام باشه. بریم. تا بازی میاره لایک، سابسکرایب، کامنت یادتون نره کامنت انگلیسی بذارید، عشق کنید. بریم که شروع کنیم. ببین اینجا تاکتیک باید همیشه دفاع کن، چون توی حالت پرو هیچ وقت امکان نداره که به توپ برسی. میای دمه دروازه سیو. ببین این بازی 99% مهارت، 1% احتمال اینکه تو شانس بیاری یه اتفاقی بیفته. ببین 99%ش مهارته. بس دنبال کن دیگه. بچه داری هنو ویدیو رو نگاه میکنی، دنبال کن. کنار دیگه. سطح بازی قوی. ببین بذار من برات یه توضیح بدم. تو این بازی تاکتیک اینه هر وقت احساس کردی که توپ قرار نیست بره داخل دروازه حریف، بدون قرار برگرده سمت زمین بکنید. ببین این یه قضیه اثبات شده است. از علی گادفادر بشتم. ببین اینجا ببین ببین تو نرد دروازه برمیگردی سمت زمین خود، برمیگردی که یه سیوی هم بدی، حداقل امتیازی هم بهت بماسه. یاد گرفتی یارمون قدره، حریف قدر تره. ببین اینجا چیکار میکنی؟ برمیگردی عقب. این مثلا یارو الان بخواد بیاد گل بزنه، ما اینجا هنوز اینجاییم، هنوز اون گادفادر قدیمی زنده است. بیا بیا عشق کن. بود بهت میگم اینجا تاکتیک مهمه، بگو نه. یا بیرون ماشین هم زدیم تازه. اینجا باید همیشه از امکاناتی که بازی در اختیارت گذاشته استفاده کنی. مثلا میری جلو توپو میخوای ببینی، مثلث رو میزنی زاویه دوربین عوض میشه. ما که برمیم دروازه اینجا ببینیم که کی به کیه. بیا یار قدر. ببین چنانچه احساس کردی که توپ قرار نیست بره دروازه حریف، برمیگردی دروازه خودت. دروازه خودت اینجا حداقل خیلی گفت تشریف برو بیرون. امتیازمون چنده؟ 165.
دیدی؟ عامله ببین برو بیرون ملت یار دارم ما هم یار داریم ببین هر وقت احساس کردی که توپو قراره بشوتن تو دروازه سعی کن یه کاری کنی که بازیکن مثلا بزن به بازیکن رو بترکون چه انتظاری داری؟ بازی رو سطح پرو دیگه به بازیم کسر لاتی بسم الله الرحمن الرحیم شدی به میگن ترکوندن حریف ما که بخیل نیستیم ولی برمیگردیم دروازه‌مون دفاع کنیم تموم شد دیگه خب وارد وقتا اضافه شدیم اینجا تاکتیک برگشت به عقب ببین اینجا قدرت دست ماست خب اینجا ما هممون مافیاییم همه مافیا تنها استعدادی که من دارم قیچی میزنیم تو بازی نگاه این بوز این یعنی ببین یار من به هیچ دردی نمیخوره ببین خودم عمل کردم بهتر بود ببین 2 تا شوت زدم حداقل نگاه برو بابا برو مال کن